توی مرحله اول میخوام که شونه تخم مرغ‌ها رو ریز ریز کنم. خب من 6 تا شونه تخم مرغ رو خرد کردم. حالا میخوام روش آب جوش بریزم جوری که روی شونه تخم مرغ رو آب بگیره. الان باید بذاریم که خیس بخوره. لازم نیست زیاد بمونه، 3 ساعت خیس بخوره کافیه. خب شونه تخم مرغم 3 ساعت خیس خورد. حالا میخوام که خوردش کنم. من میخوام که از مته استفاده کنم. اگه توی خونه مته دارید میتونید یه دونه از این سرمته ها براش بخرید که قیمت زیادی هم نداره. 170 تومان من اینو خریدم، قیمتش هم روش نوشته شده. سرمته رو به مته وصل میکنم و به وسیله این شونه تخم مرغ رو خرد میکنم. البته شونه تخم مرغ ها رو توی یه سطل بزرگتر میریزم که وقتی که داره میچرخونه به این ور اون ور نپاشه. اگه توی خونه مته ندارید میتونید از همون خردکن هایی که توی آشپزخونه‌تون دارین از اونها استفاده کنید برای خرد کردنش. هیچ فرقی نمیکنه. اینا رو داخل خردکن میریزید، درش رو میذارید. البته این حجم زیاد رو نریزید که خردکنتون دچار مشکل نشه. تیکه تیکه میریزید و خوردش میکنید. هیچ فرقی نمیکنه چه با مته چه با خردکن. من چون که توی خونه خردکن ندارم از مته استفاده میکنم. بریم که خوردش کنیم. از این که شونه تخم مرغ رو خرد کردیم باید بچلونیمش و قشنگ آبش رو بگیریم. من از این استفاده میکنم، داخل این میریزمش و توی این میچلونمش. حالا شما میتونید از یه توری یا از یه پارچه حریر این شکلی استفاده کنید که بتونید آبش رو بگیرید. خب من آبش رو گرفتم و شونه تخم مرغام اینجوری شد. الان دیگه آماده است که بخوایم خمیر پاپیه رو درست کنیم. خب بچه ها، من برای هر یک شونه تخم مرغ 3 قاشق نمک میریزم. 6 تا بود شونه تخم مرغای من، میشه 18 تا. 6 تا 18 تا. پس من باید 18 قاشق نمک بریزم. نمک برای اینه که کپک نزنه. 1 2 آرد رو برای هر یه شونه تخم مرغ 3 قاشق آرد میریزم. یعنی که باید 18 قاشق دیگه آرد بریزم. اینم 18. من از این استفاده میکنم، مایع نرم کننده حوله و لباس. اینو واسه گوش میریزیم، یعنی اینکه تاثیر خاصی نداره. البته اگه زیاد بریزید خمیرتون رو خراب میکنه، اما کلا واسه گوش میریزم. دو تا 3 تا بستگی به حجمتون داره. من 3 تا بریزم کافیه.
3 قاشق هم نرم کننده. خب الان باید روغن بریزیم. به ازای هر شونه تخم مرغ 1 قاشق روغن میریزیم، یعنی 6 قاشق. 1 2 لازم نیست قاشقتون سرپر باشه. 3 چون روغن زیادم بریزین خمیر رو چسبنده میکنه. وقتی که میخواین خمیر گذاری کنید اگه روغن و مایع نرم کننده لباستون زیاد باشه، وقتی که خمیر گذاری میخواید انجام بدید خمیر به دستتون میچسبه. پس بیش از حد نریزید، فقط به خاطر اینکه یه خورده روش عوض شه و یه خورده نرم بشه. خب الان میخوام چسب چوب بریزم. برای هر یه شونه تخم مرغ 4 قاشق چسب چوب میریزم، یعنی 6 تا شونه رو من باید 24 قاشق چسب چوب بریزم. این هم 24 قاشق چسب چوب. خب حالا باید ورزش بدیم. خب خمیرمون رو ورز میدیم که تمام مواد با هم دیگه مخلوط بشن. اولاش به دستتون میچسبه، اما بعد از اینکه همه مواد مخلوط شدن با هم دیگه به دستتون نمیچسبه و خمیر خوب خمیریه که به دستتون نچسبه و وقتی که میخواین استفاده کنید ترک بر نداره سطحش، که حالا بهتون میگم چجوری تستش کنید. بعد از اینکه خمیرتون رو ورز دادید، اگه دیدید که خمیرتون یه مقدار مثلا میتونه بیشتر نرمتر بشه و یه مقدار حالت زبری داره، میتونید به ازای هر یه دونه شونه تخم مرغ 1 قاشق دیگه چسب چوب استفاده کنید و بریزید. اما قبلش حتما خوب ورزش بدید، ببینید که چجوری میشه. اگه خیلی نرم نبود و سفت بود میتونید به ازای هر شونه تخم مرغ 1 قاشق دیگه بریزید. ببینید بچه ها دیگه به دستم نمیچسبه. اگه میخواید خمیر رو تست کنید ببینید خمیر خوبیه یا نه، میتونید یه مقدار از اون رو بردارید. اول اینکه نباید به دستتون بچسبه، همینجوری که میبینید. بعد داخل کف دستتون بذارید و اینجوری پهنش کنید. ببینید روش اگه هیچ ترکی نیفتاد یعنی که اون خمیر خوبیه. اینم از خمیرمون آماده است که بریم باهاش کلی چیزای خوشگل درست کنیم.